امروز در اوج جنگی که در بیروت لبنان وجود داره، رسما در فرودگاه بیروت افسران اطلاعاتی سازمان CIA پیاده میشن، سوار ماشین‌های زرهی بدون پلاک میشن، میرن در سفارت خودشون در لبنان، از همونجا اطلاعات جمع آوری میکنن، به لبنان ضربه میزنن. سالها فکر میکنن حرکت تسخیر سفارت آمریکا یک حرکت افراطی خلاف روابط دیپلماتیک، یه سنگی انداختن کوچا، کسی نمیتونه در بیاره. خب ببینید امروز. و نکته بعدی اینه که استقرار سامانه‌های تاد در رژیم صهیونیستی این نوید رو میده و این رو تایید میکنه که با همه ادعاها 3 لایه پدافندی گنبد آهنین، فلاخن داوود و آرو نتونست در مقابل موشک‌های ما دوام بیاره و دست به دامان ایالات متحده آمریکا شد. یعنی الان با 4 لایه پدافندی باید از خودشون دفاع کنن که یه اتفاقی مثل بار قبل براشون نیفته که باز